به برگ کاج می نویسم، به برگ کاج می نویسم حدیث تلخ زابل را. به چالش می کشم هر دم جنایت های کابل را. به زنجیر ستم بستن سفاکان تبسم را. بریدن حلقم نازکتر از گلبرگ آن گل را. ولی فواره زد خونش و طوفانی نمود برپا. ولی فواره زد خونش و طوفانی نمود برپا که تا او بگسلد زنجیر استبداد و هم غل را. سونامی بود هر کوی و خروشان بود هر برزن. سونامی بود هر کوی و خروشان بود هر برزن که تا رسوا کند در هر دورنگی و تقابل را. تبسم بر لحظه های کوتاهش خندید، بر گلوی بریدش لبخند زد، بر قیامت چشمان پدرش لبخند زد، بر جلادش هم لبخند زد. اما بر جهان جبون و روح مغموم ما خندید، بر سکوت مداوم ما خندید، بر قدرتمندی رهبران حکومت خندید، بر وجدانهای منجمد روشن فکران هم خندید. اما بر سکوت مداوم ما خندید. تبسم با حلقومی بریدش فریاد زد تا سکوت جهان ما را بشکند و خواب رفتگی جانهای ما را بترکاند، تا جوانان ما را به فریاد عادت دهد، زنان و دختران ما را با بیداری شوکت ببخشد. خوشبختی روح اموات و اموات جمیع المؤمنین و شهدای روح مظلوم تبسم بر محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. حضار محترم، سلام علیکم. تشریف آوری همه عزیزان را خیر مقدم عرض می کنم. ضمن سلام و خسته نباشید می خواهم از شما خوبان تشکر و قدردانی نمایم که وقت گرانبهای خود را در اختیار این محفل گذاشتید و شرکت نموده اید. تا یاد و خاطر شهید تبسم و دیگر شهدای عزیز را گرامی بداریم. شهدایی که در سالیان متمادی فقط و فقط به جرم هزاره بودن جان خود را از دست داده‌اند. شهدایی که به وحشیانه ترین شکل به شهادت رسیدند. اما امروز میخواهم راجع به جوانترین شهید کاریزماتیک هزاره سخن بگویم. این که من اینجا از واژه شهید کاریزماتیک استفاده کردم را میخواهم برایتان توضیح دهم. بدون تردید مرگ نابود کننده و قطع کننده رشته های زندگی، تخیلات و بلند پروازی های یک انسان از جهان هستی می باشد. مادام که مرگ به سراغ شخصی می آید، در کمال ناباوری انسان مجبور است که همه آنچه را که
دوست دارد و محبوب قلوب انسان است را رها کند و آماده سفر دیار ابدی گردد. اما شهید با مرگش نه تنها نمی میرد که جاویدانه تر می شود. نام و یاد او برای همیشه زنده تاریخ می گردد و فرمایش قرآن کریم که می فرماید: ای پیامبر، هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند مرده اند، بلکه آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. شهید شکری تبسم دقیقاً همان شهیدی بود که بعد از مرگش نه تنها یاد و خاطرش از ذهنها محو و نابود نگردید، بلکه جاودانه تاریخ شد. امروز همه جمع شدیم تا برای به یاد تبسم لحظه‌ای بیندیشیم و فکر کنیم که چرا تبسم شد. از میان هزاران و بلکه دهها و بلکه صدها هزار زن قربانی هزاره در طول تاریخ نافرجام و خونینش، چرا امروز فقط از تبسم تجلیل می شود؟ چون تبسم فرق داشت. تبسم اولا یک کودک بود، در دنیای کودکانش بود، نه خبر از تعصبات مذهبی، نه خبر از نجات پرستی داشت و نه خبر از قدرت خواهی و نزاع قدرت، و در عین حال او انتخاب شد. خیلی از زنان و دختران بدون انتخاب کشته شدند در مدرسه سید الشهدا، در بیمارستان ها و در مساجد و در راه ها و در تمام مسیرها، اما مثل تبسم انتخاب نشدند که دستشان را بگیرند و به عنوان یک دختر 9 ساله و کوچک گلویش را به جرم هزاره بودن گلویش را ببرند. صلواتی نایب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما خانم‌ها و آقایان گرامی، 9مین سالیاد شهادت مظلومانه تبسم شهیدان خدمت شما و همه مردم افغانستان، مردم آزادخواه افغانستان تسلیت میگم. من به یاد دارم روزی که اینا به شهادت رسیدن، من به کابل بودم، او وضعیت کاملا به یادم است که ما چی وضعیت را روز گذاشتیم. تا حد امکان تانستیم همراه خودشان، همراه فامیلشان دردی بکنیم، اما او روز مثل دیروز دوری به یادم است. و ضمناً وقتی که ما از شهدا یاد میکنیم، بدون شکی از رنج بیشمار ملت ما و بیانگر استادگی ما به خاطر عدالت در برابر ظلم و بی‌عدالتی است. من تشکر میکنم از دوستای بسیار عزیزم از کمیسیون برگزاری نشست. واقعا وقتی که آدم یک جای معنوی است و آدم اشتراک میکنه شاد میشه. خدا شما را اجر بده. ضمناً من چون کدام سخنرانی رسمی آماده ندارم، من فقط از طرف همکارا از نمایندگی سفارت افغانستان در ویانا خدمت شما عرض میرسانم که تعهد میکنیم که در پهلوی شما هستیم، در کنار شما هستیم، تا حد امکان هر چی در توان داریم در خدمت تمام وطندارای خود که به اتریش هستند و در خدمتشان میباشیم. و همچنان آرزو میکنم که روزی کشور ما و شما داری از ظلم، بی‌عدالتی و این ناهنجاری که وجود داره، خداوند بر ما شما که افغانستان آزاد و متحد نصیب بگردانه. همون رقم که دوست قبل ما گفتم، و فقط یک کلمه که اتحاد یک چیزی است که اگر ما اتحاد کنیم در مجموع، واقعا که ما را هیچ کس شکستانده نمیتونه. مشکلات در همه جا است، بعض هر کس از هر تیپ. وقتی که ما اگر طرف طالب ببینیم، طالب این گروه متهجر تنها از یک آدرس نیست. ما به عنوان یک کسی که از
از یک بخش افغانستان وطندارای مدوژ از دبیر طالب خطرناکترین، ظالمترین و خوناشانترین مردم ها هستند. وقتی که ما از طرف مثلا جنوب میبینیم خوناشانترین مردم هستند، ولی ما نمی کنیم که هنگاش انتقاد در یک طرف دراز بکنیم. نقش داریم، کل ما نقش داریم، باید ما شکست که آمد رو بپذیریم. مسئولیت هایی که بود درست انجام ندادیم، وظیفه خانگی خود درست انجام ندادیم و به این روز رسیدیم. ما امیدوار هستم که اتحاد و همبستگی که نسبی که در اتریش است در بین وطندارای ما است، این سرتاسر سریش واقعا ما بتانیم از یک نقطه فشار برای نظام‌های مستبد، برای حکومت‌های مستبدی که در افغانستان حق و حقوق کسی نمیدن، پامال میکنن، ما بتانیم یک نقطه فشار شده بتانیم. ما برای شما آرزوی صحتمندی و سلامتی میکنم. یک دنیا تشکر براتون. شام خوش میخوایم. رخصتی بخیر. سلام علیکم. با زنجیر جنونت محکوم، شعر را، غزل را، مرا اعدامم مکن. با زنجیر جنونت شعر را، غزل را، مرا اعدامم مکن. زخم‌های تو جاری است در شعر من، پس دیگر بدنامم مکن. بگذار تا که فریاد کنیم ظلمت این شب‌های یلدا را، لیک لحظه ها را با من مدارا کن. دیگر تحقیر و دشنامم مکن. من که تو را همکیش خود پنداشتم، من که تو را همکیش خود پنداشتم، یک رنگ به تن جامه، ولی ز خویشم بیگانه کردی لطفا. اندر جهان بی‌تبارم مکن. درد از آن من و توست، درد از آن من و توست، که مجرمیم بیگناه همین و بس. سرشارم از شوق دیدار تو، پس تو دیگر بیمارم مکن. بگذار تا واژه ها نفس کشند، بگذار تا واژه ها نفس کشند در جویبار برگ های تاریخ. تاریخ آه، صد زخم بر پیکرم زدی، اما به دور از خاک و دیارم مکن. من که دلخوشم به آن خانه بی سقف، من که دلخوشم به آن خانه بی سقف. یک مشت کاه، گل، آب، ولی سرمستم از آن رخ بت پیر. پس تو دیگر میگسارم مکن. با زنجیر جنونت شعر را، غزل را، مرا اعدامم مکن. زخم‌های تو جاری است در شعر من، پس دیگر بدنامم مکن. یک جان سپاس. شکریه، شکریه تبسم، شکریه دخترکی با چشمهای خسته در میان سایه ها و شعله ها. آغوش زمین را زودتر از عمرش بوسید و فریاد خاموش دردش در باد پراکنده شد. بر لبان بسته‌اش سرود ناتمام بهاری که نرسید تا پژواک شود. بر لبان بسته‌اش سرود ناتمام بهاری
که نرسید تا پژواک شود و بر چشمانش خواب بی پایان رویای کودکی. خواب بی پایان رویای کودکی که با خون نگاشته شد. شکریه نامی در خشم بادها، زخم خورده از سنگینی شبها، و سرودی که در گلوی کوهها محو شد بی صدا. شکریه نامی در خشم بادها، زخم خورده از سنگینی شبها، و سرودی که در گلوی کوهها محو شد بی صدا. کودکیت را با عبور از گام‌های سنگینی سایه‌ها و ترانه‌ای سرخ به دشت‌های تشنه سپردند. دستانت بارها در رویای عروسک‌ها و بازوهای مادرانه می‌لرزید. دستانت بارها در رویای عروسک‌ها و بازوهای مادرانه می‌لرزید که اینک خاموش و سرد به خواب رفتند. طلوع نکرده‌ای شکریه، طلوع نکرده‌ای شکریه در آغوش خاک سرد وطن، با لبخندی نارس به گور سپرده شدی. نامت را بر دیوارهای شهرها نوشتند، نامت را بر دیوارهای شهرها نوشتند با جوهر خون، تا صدای تو در گوش تاریخ فریادی بی انتها شود. شکریه نامت را بر دیوارهای شهرها نوشتند با جوهر خون، تا صدای تو در گوش تاریخ فریادی بی انتها شود. شکریه دخترکی که نامش مانند غم مردمانش جاودانه شد. ما چه رسالت داریم؟ مسئولیت ما چی هست؟ آیا ما تنها به سوگواری کردن و یادبود کردن اکتفا بکنیم؟ آیا واقعا این درد را دوا میکنن؟ یا اینکه ما نیاز داریم سر به گریبان بکنیم؟ ما واقعا نیاز داریم به خود بیاییم و ببینیم که چرا تبسم ها و دختران معصوم در کوچه، در دانشگاه، در آموزشگاه، در پرورشگاه، در مکتب، در کلینیک و شهادت میرسند. چرا؟ مسئولیت 3 سوال را مطرح میکنم. ما باید اساساً دنبال این باشیم که ما چی میخواهیم. هدف و انگیزه ما از تدبیر این برنامه ها چیست و ما میخواهیم چه چیزی را به دست بیاریم، به کجا باید بریم. سوال دوم که میخوایم مطرح بکنیم ایست که ما چه چیزی را باید انجام بدهیم، چه کارهای را انجام باید بدهیم تا بتونیم به اون اهدافی که تعیین میکنیم برسیم. و سوال سومی که آیا ما توانایی رسیدن به اهداف را داریم یا نداریم، یعنی ظرفیت های ما در چی حد هست و ما چی پتانسیل و ظرفیت را در خود میبینیم. ما با یقین گفته میتونم که هدف از تدویر این گونه برنامه ها و یادبودها فقط تنها یادبود نیست. ما میخوایم که پیام را انتقال بدیم و یادبود بکنیم به این که هزاره مرد، زن، پیر، جوان، طفل، خرد، کلان، هر کسی که هزاره هستیم ما یک رسالت و مسئولیت تاریخی داریم. اگر ما در قبال این رسالت خود مسئولانه و آگاهانه قدم بر نداریم، ما
در مقابل نسل‌های بعدی مسئول هستیم.